شب قدر یکی از بهترین شبها برای دعا، نیایش و طلب مغفرت از خداوند هست. پس بیایید با هم دعا کنیم. خدایا، در این شب عزیز دستهایم را به سوی تو بلند می کنم و از تو طلب مغفرت و بخشش می کنم. ای مهربان ترین، اگر تا کنون در گناهانم غرق بودم، امشب مرا پاک گردان. خدایا، دلهای ما را از نور ایمان روشن کن. گناهانمان را ببخش. راه راست را به ما نشان بده. در این شب سرنوشت تقدیر نیکویی برای ما رقم بزن. قلبهایمان را از غم و اندوه رها کن و ما را به رحمت و لطف بیکرانت مهمان کن. خدایا، اگر در پرونده اعمالمان خطاها و گناهان بسیاری نوشته شده است، با فضل و کرمت آنها را محو کن. ما را از بندگان خاص و مقرب درگاهت قرار بده و از غفلت و نادانی نجاتمان بخش. ای خدای مهربان، سلامتی، عزت، خیر و برکت را به ما و عزیزانمان عطا کن. هر کس که در سختی و گرفتاری هست، راه نجاتی برایشان قرار ده. دعاهایمان را مستجاب کن و عاقبت همه ما را ختم به خیر گردان. آمین.